28 خطی ما فارسی بود، زبان ما فارسی بود، همه چی فارسی بود. این کتاب صدرالدین عینی است، تهذیب السیبیه. ببینید در پایینش عنوان داره قصیده فارسی، نمیگه تاجیکی، قصیده فارسی. چیکار کردن؟ تمامی میراثی که ما داشتیم باطلش اعلان کردن و جنگ با کتاب و با قرآن و با خدای ما شروع شد. اینها کتاب های ما را، من خودم شاهدی آدمای زنده که نقد میکردن خودشون میکنن کتاب های ما را شهید کردن. کتاب ها رو مردم به دستشون نرفتند، گفته رفتن گور کردن، کتاب ها رو در آب پرتافتن. و اینها برادرایی که مثلا با شعار برادری، برابری، آزادی و استقلال آمده بودن، کتاب ها رو سوختن و اینتلیگنسی ما رو به نام مولا از دم تیغ از سال 28 تا سال 40 از دم تیغ گذروندن و گفتن خط شما لاتین، این خطی قفامونده است، خط دقیانوسی است، این خط به درد نمیخوره، خط شما لاتینی. و 10 سال گذشته گفتن نه شما لاتینی نیست، خط شما کریلیک. و در نتیجه زبان فارسی در آسیای مانه با جاری کردن الفبا و خط از قالب طلایی خودش بیجا شد، زبانی بسیار دغل شد، زبانی که اون توانایی و اون ملاحت و سلاستی که داشت از دست داد.